اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا ونق قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم علمنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. خواهرای نهایت عزیز و محترم، در نشست دیگر چهارمین نشست شما را خوش آمدید میگویم. الله جل و علا شانه این مجلس ما و شما را مجلس خیر و برکت بگردانا و خیر مرتب فرماید و ما و شما را از اهل قرآن بگردانا و ما را وسیله بگردانا به خاطر تعلیم و تعلم قرآن کریم. عزیزان گرامی، امروز ما و شما در یک موضوع جدید صحبت داریم که همان سکون و شد است. شما میفهمین که تمام کلمات و الفاظ قرآن کریم صدادار نیست. تا دیروز شما ای را توانستین که حروفی که یا کلماتی که به زبر نوشته شده به زیر یا به پیش یا به زبر و پیش یک جای یا به زبر و پیش و زیر، ای را توانستین که بفهمانین و شاگرد شما توانایی ای را پیدا کرده که کل کلمات را خودش میخوانه. لیکن کلمه‌ای که به او از این سه صداها و صداهای دراز نباشه، این سوال سوره چطور بخوانه؟ پیش از همه از شما پرسان میکنیم که سکون چی است؟ سکون آرامش. شما چی میگوین؟ یعنی صدا نداره، حرفی که صدا نداره او ساکن هست و این حالت را سکون گفته میشه. علامت سکون جور کنین به دست، این خواسان است، زیرش حرف جور کنین. این بالا بینه چرا کلی انگشتان چی کنید؟ دو انگشتان را چی کنید؟ دو. بله، همه تان جور کنین. او طرف این طرف. این شما چی قسم سکون جور کنید؟ تشکر. قلقله چی را میگوین؟ قلقله را میفهمین؟ بله، تکان دادن. تکان دادن برای چی؟ کدام حرف؟ ای به این خاطر در ابتدا پرسان کردیم شما که در سکون، در کارها و وظایفی که سکون داره، از او جمله یک قلقله هم هست. عزیزان گرامی، در ابتدا باید ما و شما بفهمین که سکون سه وظیفه را داره. در تمامی قرآن کریم این علامه که شما میبینین این سه وظیفه را داره. اولین وظیفهش ایست که طلب کمک میکنه. بالای هر حرف که هست از حرف قبلی کمک طلب میکنه. وظیفه دوم سکون وقتی که بالای حمزه واقع شود او را تکان میده. و وظیفه سوم سکون این است که وقتی که به این 5 حرف قلقله قاف، وا، با، جیم، دال به این واقع شود به اون تکان میده. حمزه را تکان میده و حروف قلقله را هم تکان میده. وظایف سکون را بگوین. اول دوم سوم. در کل قرآن کریم سکونی که هست از همین سه کار دیگه هیچ کار نداره. موضوع اول که طلب کمک میکنه، ما وقتی که به شاگردای خود این موضوع را تقدیم میکنیم در لابلا یک قصه ای را میفهمانیم. و ما به شما گفته بودیم که یکی از ویژگی های این متد این است
که بسیاری مفاهیم در قالب قصه فهمانده میشه. شما قصه میکنین در صنف، لیکن شاگرد شما تجوید را یاد میگیره و هدف قصه این هست که در نتیجه قصه مفاهیم زود ترسیخ میشه. سامع او را یعنی او را جذب میکنه، سامع او را با دلچسبی میشنوه. و سومین هدف این است که قصه زود فراموش نمیشه. شما قصه های را که شنیدین عالم یاد دارین، لیکن در کافیه چیزی مسائل را که خواندین دور وقت فراموش کردین. مسائلی که در هدایه آمده و جزئیات و فراموش انسان میشه، ولی قصص به یاد میمانه. قصه سکون قسمی هست که ما با شاگردای عزیز خود تمثیل میکنیم که ا و ما که شما میبینین ا و ما این دو صداها هست نه؟ یک الف است که بالایش صدای زبر آمده و یک میم است ا و ما شده. اینها اردو دوست بودن با هم و یک روز تصمیم گرفتن که به تفریح بروند. خانه برآمدن و دور رفتن که یک جای یک پارک است و در این پارک دو گازک است و گازک را اطفال به شکل طبیعی زیاد خوش داره. در یک گاز سوار شد و ما در دیگر دو گاز بود. ما نسبتا شوختر بود، مثل که در میان شما هم بعض شوخها هست و در هر صنف می باشه. او گاز خود را بسیار تیز کرد، بسیار تیز کرد، از کنترلش برآمد و ای چی شد؟ افتید. که افتید بالایش کلاهش که بسرش کلاهش که بود او هم کج شده، یعنی این قسم بود و وقتی که افتید او این قسم شد، یعنی چی شد؟ کج شد، قطع شد، کج شد. و این بیچاره در حالت افتیدن آنقدر ضربه دید، افگار شد که صدای خود را هم از دست داد. کسی که زیاد ضربه ببینه زخمی شوه و توان ایرم نداره که صدای خود را بکشه و به زبان حال میگوید که کسی بیای مرا کمک برسانه. در امی وقت دوست و رفیقش که ابود و ایره که دید متوجه شد که دوستش افتیده و بسیار زیاد زخمی شده، فوراً پایان شد و در پالوی او استاد شد. با مجرد استاد شدن در پالوی ما خو نماندنه او خو با او خو شما با او خو شما تلفظ کردن نمیتانین، وگرنه شما به این تلفظ بکنین این چی است؟ این گروپ میتانه، گروپ بی بی عایشه. کمی کوشش بکنین، کوشش هم اگر بکنین نه میتانه بعضی حال. لیکن شما دیدین وقتی که ای در پالوی استاد شد فوراً دی صدا آمد. از این چی جور شد؟ ام جور شد. و حقیقت سکون ای است، در یک حرف صدا نمی باشه. حرفی که نه صدای زبر را داره، نه صدای زیر را داره، نه صدای پیش را داره، نه صدای استاده زبر را، استاده زیر چپه پیش، و نه صدای دو زبر دو زیر و دو پیش را داره و او محتاج هست. به چی محتاج است؟ به کمک محتاج است که او صدا پیدا شود و او در از حالت افتیدگی او چی شود؟ بلند شود، بالا شود. و یگانه طریقه ای است که دوست دست راست خود اگر به او کمک برسانه در پالوی او استاد شود، ای را بالا کرده میتانه. وگرنه اگر کل کرینهای دنیا را بیارین ای را بالا کرده نمیتانه. شما نتوانستین که او را بالا کنین، به او تلفظ بکنین. همینطور بود نه؟
لیکن یه در پالویش که رفیقش استاد شد، فوراً در او صدا پیدا شد، در او حرکت پیدا شد. او که شما نمیتوانستین که به او تلفظ بکنین، اهل چی میگوین؟ با چی تلفظ میکنین؟ این اولین کار سکون هست. لیکن متاسفانه در بعض مدارس ما به این علامه سکون چی گفته میشه؟ جنگنداز. بسیار کار بد است. کجا جنگ انداز است؟ کجا به جنگ انداخته؟ او خو طلب کمک کرده. طلب چی کرده؟ و ما نمیتانیم استاد شویم، ما حرکت نداریم، در وضعیتی هستیم که با کمک نیاز داریم. متاسفانه کسایی که با می متد تدریس میکنه و نمیفهمه که چه قسم فرهنگ جنگ را تلقین میکنه که از امی خوردی باید جنگی باشه. امی هست که هر جب همسایه به همسایه بجنگ است و کلان به خرد بجنگ است و خرد به کلان بجنگ است و جنگای کلان را خوب بمانین. جنگای کلان که در امت است او را خوب بمانین که امت را به چی حالت رسانده. فهمیدی؟ شما عزیزان گرامی، بر علاوه از که شما معلم قرآن هستین، شما مربی هم هستین. شما تربیه میکنین نسل های آینده را و این مسئولیت ما و شما هست. و این مفهوم کمک رسانی اگر شما تلقین بکنین و از طفولت از خردی با این مفهوم آشنا میشه. چقدر افراد در جامعه ما مثل میم که افتیده بود افتیده هستن، بیچاره سفید پوش هستن، از کسی به زبان قال طلب کمکم نمی کنن، عزت نفس اونها به اونا اجازه نمی دهد. لیکن حالت اونا چی میگوید؟ که محتاج کمک هستن. این مفهوم باید تلقین شود که شما همو افرادی که در جامعه است به همه ما و شما او کسی که وضعیتش خوب است اونا حق و بالای اونا حق داره و افتیدگان که اونا را بالا کنه و اونا رسیدگی بکنه، همسایه به همسایه رسیدگی بکنه و به هر شاگرد به شاگرد رسیدگی بکنه، استاد به استاد رسیدگی بکنه. فرهنگ تعاون ترویج شود، نه فرهنگ جنگ و خشونت. عزیزان گرامی، این خو یک قصه بود، لیکن شما توانستین که در لابلای قصه حقیقت سکون را واضح بسازین. و ما با عزیزان خود عموما میگویم که معلم طبیعت اینجا وقت ما کم است، کمی که مرچک و مساله بیشتر بندازه در قصه با مو قدر چی میشه؟ دیگه هم جذاب میشه و جالب میشه. و این دی حرج نیست، بخاطر که تفهیم است. کار دومین را خو یکی از اهداف و یکی از کارا و وظایف سکون است. شما میبینین امی قسم شما مثالا را میارین، گاهی با ضاد، گاهی با یک حرف، گاهی با دیگه حرف که حروف کلشان محتاج است، لیکن وقتی که در پالویش یک حرف دیگه استاد شد او را بالا میکنه، به او کمک میرسانه. عملا به اونا نشان میتین اگر ای به تنهایی خود می بود نمیتوانست که بالا شود، دی صدا پیدا شود. ای به علتی به سبب کمک رسانی ای دی صدا پیدا شد. و این مفهوم را که شما رساندن، کل کلماتی که سکون داره شاگرد شما او را خوانده میتانه. شما ملاحظه میکنین دی مثالا بیلام نطق ممکن بود شوه، لیکن همراهش که با یک جا شد. شما دی مثالا ایران ملاحظه میکنین که گاه سکون در کلمه می باشه که از 2 حرف تشکیل شده، مثل بل. گاهی در کلمه می باشه که از 3 تشکیل شده، گاهی در کلمات می باشه که از بیشتر حروف داره. گاهی در یک کلمه بیشتر علامات سکون
موجود است. لیکن شما امو اسلوب تدریج را پیش میبرین که اول دو حرف را که یک جای یعنی توانست که یک جای بکنه، بعد 3 تم میتنه، بعد 4 تم میتنه. در سکون یک چیز شما ملاحظه میکنین که به هر صدایی که حرف قبلی کمک میرسانه، کمک گیرنده امو کمک را میگیره. یعنی اگر با حرف اول زبر بود، صدای زبر را میگیره. اگر بالای او زیر بود، اگر بالای حرف اول پیش بود، صدای او را میگیره. ملاحظه میکنیم. امی قسم است مثل که شما با یک خانواده محتاج آرد را میبری، او را میگیره. اگر برنج را ببرید او را میگیره، و اگر دلار را ببرید او را میگیره. یک ملاحظه دوم این است که صدای سکون باید دراز نشوه. بل را بل نخوانین، مثل که وی خامخا شما تلقین بکنین. در تلاوات ما شما یک اشتباه بزرگی است که سکون دراز میشه. مردم میخوانه علیهم دراز میکنه، الم ترى کیف، ما شما میشنویم. این کل اشتباه از کجا آمده؟ که به شاگرد گفته نشده که صدای سکون دراز نمیشود. کار دوم که سکون انجام میدهد، در 5 حرف قلقله تکان را ایجاد میکنه. حروف قلقله را شما میفهمین؟ این را هم در لابلای یک قصه شما تقدیم میکنین که در اونجا 2 دوست بود، اینجا 5 دوست هستند. قاف، طا، با، جیم، دال. امتحاناتشان سپری شده است 4 ماهه و تصمیم گرفتن که خستگی خود رفع کنن و بروان کجا؟ به تفریح بروان، چکر بروان. و این طبیعی است، چکر باید انسان بروه. روحوا عن قلوبكم ساعتا فساعه. اینا یک وینا بکرا گرفته یک موتره و حرکت کردن، لیکن اتفاقا ڈرائیور کمی گنگس رقم بوده. در سرک عمومی چی آمده؟ جمپ آمده و این متوجه جمپ نشده، به سرعت از امی جمپ تیر شده. نتیجه شده که کل امو 5 دوست و رفیق که بودن چی خوردن؟ تکان خوردن. قریب بود که با بیچاره او طرف بفته و بی طرف بفته. یعنی خو یک قصه ساده هست، لیکن حقیقت قلقله و جز از دیگه چیزی نیست. به این حروف وقتی که سکون بیاید، این حروف را چی میتا؟ تکان میتا. یعنی از مخرج درمو بالضبط در مخرج خود نمیمانه، بلکه کمی صدا دو حرکت اضافی پیدا میشه. شما میخوانین اق فهمیدین؟ اگر میگفتین بجای خود میمان، لیکن امی صدا اضافی یمی تکان است. اد فهمیدین؟ شما این مثالا را میبینین، نه شما گروپی کلتان بخوانین قلقله بکنین. اصلا مهم ای است که حرفی که ساکن آمده برنگ سرخ نوشته شده، او مطلوب است که او نطق بکنین. یعنی در حروف قلقله یک کل کلمات قرآنی است. وقتی که شاگرد شما در صحیح تمرین کرده توانست، موضوع قلقله در درس قلقله که در لابلای سکون شما تدریس کردین مکمل برطرف میشه و حل میشه. بس خلق را خلق نمیخوانه، وقترب را وقترب نمیخوانه، وقترب. فهمیدین؟ و این به استاد راجع است که بسیار زیاد تمرین بکنه به اونها. وظیفه دیگری، سومین وظیفه حمزه این است، عفوا سکون این است که به شما گفته بودیم که در حمزه تکان ایجاد میکنه. و به شما شاید معلوم باشه که حمزه با 4 حرف دیگه بسیار رفاقت نزدیک داره.
الف واو و یا. و یک قدر رفیق هستند که بی تکلف است. گاهی میرا به سر الف میشینه همزه، گاهی دویده دویده جمپ زده به سر واو میشینه، به سر یا میشینه. فهمیدین؟ در موضوع همزه در روخانی قرآن کریم ملاحظه شده که تا اخیر شاگرد گنگس میمانه که آری همزه بخوانه یا الف بخوانه، همزه بخوانه یا واو بخوانه، همزه است یا یا هست. شما عزیزان گرامی ایره تفهیم میکنین که با الف واو و یا اصلا اعتبار نیست، اصلا معتبر چی هست؟ همزه هست. و در بعض جای در روخانی ها الف و همزه را یک جای میخوانه، الف همزه زبر، الف هم شد و همزه هم شد، چی کار شد؟ باید تصور شما در این مورد مکمل کلیر باشه که این همزه هست، این نه الف هست نه واو هست و نه. البته شما میفهمین که در املای قرآن کریم و رسم الخط قرآن کریم از رسم الخط عام متفاوت است. عموما در رسم الخط در املا ای قاعده هست که منطوق و ملفوظ یکی می باشه، منطوق و عفوا مکتوب و منطوق یکی می باشه. لیکن در رسم الخط قرآن کریم شما داها جای می بینین که یک کلمه یک حرف نوشته نشده ولی خوانده میشه، یک حرف نوشته شده ولی خوانده. و دی حکمت های است که کدام وقت اگر فرصت شد در مورد رسم مصحف عثمانی انشاءالله ما و شما یک محاضره داشته باشیم که چی حکمت ها است که منطوق و مکتوب قرآن کریم یکی نیست. یک از او حکمت ها ای است که ای در برگرنده قرائات مختلف هست. یک کلمه چندین قرائات را در بر میگیره و او را احتوا میکنه. ما شما در سوره فاتحه هر روز میخوانیم مالک یوم الدین در قرائت حفص عن عاصم، لیکن الف وجود نداره. چرا میخوانیم؟ تاکه قرائت ملک را هم این لفظ در بر بگیره. هو علی کل حال وظیفه سوم همزه تکان داد، سکون تکان دادن در همزه هست. یعنی وقتی که بالای همزه واقع شود او را تکان میده. ما با میخوانیم، شما همزه امرشان بخوانین. با همزه صحیح تکان بتین. نا دا طا طا. شما نطق بکنین بأسا بأسا تکان بتین. اگر کسی ای را باس خواند در قراءت حفص عن عاصم غلط است. بأسا یؤتا یأمر. تکان متوجه است نه؟ لیکن تکان ایمانا را نداره که شما دای قلقله ایجاد کنین. یأمرنا بأسنا. علی سوال مطرح میشه که در قلقلم تکان بود و در همزم تکان است. بین دو تکان چی تفاوت است؟ این را باید بفهمین. در قلقله تکان ای قسم بود که صدا، شما در مثالی که خواندین شما موتر را دیدین که از جنب چی شده؟ تیر شده. این صدا هم امی قسم است. لیکن در این تکان همزه امی قسم ستاپ میکنه. فهمیدین؟ او طرف تیر نمیشه. موتر اگر با کدام دیوار بخوره، دیوار همونجا جا و جا استاد میشه. فهمیدین؟ لیکن اگر چی با قلقله باشه در او صدا شما ملاحظه میکنین. مثلا با رم بخوانین و اق رم بخوانین، ملاحظه میکنین نه؟ تکان اردو تکان است. لیکن تکان همزه جای به این خاطر بالای همزه سکونی که آمده دو شما تکان قلقله را ایجاد نمیکنی، وگرنه تلاوت غلط میشه.
بسیار مردم یأمر را یا چی میخوانه؟ یأمر یأمر. فهمیدین؟ یک بار دیگر خدمت شما بگویم عزیزان گرامی که سکون، وقتی که شما سکون را تدریس میکنین، از همه پیش ما شما تصور سازی میکنیم. از میخانیک خوانی ما شاگرد خود را میکشیم. با امی خاطر شما از همه پیش سکون را توسط اونا جور میکنی که اونا بفهمه. بعد از او در کل وظایف سکون را به اونا میگوین و بعد از او تفصیلات او را میگوین که 3 وظیفه داره به تفصیل. و کل موضوع سکون را در لابلای امو قصه که شما شنیدین به یاد شما مانده. ما فکر نکنیم که کسی باشه الا خوابیده ها. انشالله کسی خواب نیست انشالله. اگر اونا از یاد اونا رفته باشه دیگه قصه به یاد میماند. شد، موضوع دومی شد است. اول خود شد را جور کنین. این جور کردن هدف داره و این است که ما و شما تصور سازی میکنیم، استعداد را بالا میبریم. اونا را که شما به خود انوالو نکنین و شریک درس نسازین طبیعی سویت نمیگیره. شد را جور کنید. ماشاءالله شد او را ببینید. شد جور کنید. اول حرف دست چپ حرف شما هست. کدام؟ یعنی شد این قسم این قدر بالا میشه. چی را این قسم کج کردی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شدها جور کنید آخر و خواست و هر ما خواست نمیفهم. شد جور کنین. شد بین شد گروپ بی بی عایشه و گروپ بی بی فاطمه الزهرا مسابقه هست. شما شدهای اینا به اینا نشان بدین. شدایتان و شما به اینا نشان بدین. یعنی فاصله می باشه نه؟ دندانه شد خوی قسم چی شما نمیبینین؟ ماشاءالله. فهمیدین؟ و ای را به کل شاگرده جور کنین. خیر است اگر کمی تا بالا بود مشکل نیست. اصل هدفی است که چی است؟ جزاک الله خیرا. تشکر. شد بعد از اون مفهوم شد متشدد، مشدد، شدید. میگه بسیار شدیدن چی است؟ مذمت. مسلمانا شدیدن اسرائیل را تقبیح کردن. دیگه هیچ کار نمیکنه، فقط تقبیح میکنه. خدا اینا را هدایت کنه. شدیدن اسرائیل را چی کرده؟ کاش که میگو که شدیدن تل ابیب را بمبارد کرده. این طور باید میگو تقبیح کرده. از تقبیح اسرائیل دیگه برایم. اعلان جنگ است. فهمیدین؟ استاد محترم شدیدن چی است؟ خوشحال است. فهمیدین؟ یعنی طبیعی است. یعنی شدت خود در مثبت و منفی در دو می باشه. بسیار شدید چی است؟ باران است. شما بگوین مثالا. شدید طوفان است. فلان بسیار متشدد است در امی تعامل خود. یعنی شدید. خو ازدان گرامی از امی شدت و شدید و متشدد و مشدد و کل شد و ما يتعلق به شد و ما تفرع منه. فهمیدی؟ دی دو معنی هست. چند معنی هست؟ یک معنی شدت و سختی هست. معنی چی است؟ دومین معنی قوت است. چی هست؟ قوت است. و در شد اتفاقا هر دو معنی موجود است.
آل شما به تفصیل که میآید ار دو معنا شما او را میبینید. شد را هم شما در لابلا یک قصه تفهیم میکنین. در سکون شما دیده بودین که 3 تصویر است. در اینجا چند است؟ اینجا در سکون 2 رفیق بود و اینجا 3 تا هست و دوی آن برادرای سکه هستند، برادر هستند. گاهی برادره دوستم میباشه به شرطی که جنگی نباشه. فهمیدین؟ برادر بسیار دوست خوب یک انسان برادرش است. فهمیدین؟ این 3 نفر که یک است و 2 و هست. رفتن و با امو قسم به پارک رفتن که امو 2 گازک است. 2 گازک است و گنجایش در یک گاز گنجایش 1 نفر است. و در 2 گاز 6 تن و وی دیگه که هست در اطراف پارک چکر میزنه، منتظر چی خود است؟ نوبت خود است. در همین حالت چکر زدن بود که و مانند ما این شوخک بود. گازه که تیز کده ای هم چی شده؟ افتاده. که افتاده مانند ما بسیار زیاد افگار شده و زخم برداشته و چی شده و صدای خود را از دست داده و به زبان حال طلب کمک میکرد. که او را دید پایین شد، از گاز متوجه شد پایین شد و در پالوی او را استاد کرد. برادرش که در اطراف پارک چکر میزد، شما میبینید در تصویر اینجا، ای که برادر خود دید که افتیده و در پالویش آمده استاد شده در حالت دویده آمده و برادر خود را در آغوش گرفته. چی کرده؟ برادر خود بسیار صمیمی میباشه و خاصتا وقتی که او مریض باشه، خدا نخواسته یا ضربه ببینه و برادرش تحمل نمیکنه، او به هر چی آمده هست که به او برسه و او را در آغوش گرفته. عزیزان گرامی، شما در این قصه دیدین که وی که افتیده بود او از 2 طرف کمک گرفته، هم از طرف اول و هم از طرف بعدی، یعنی هم ابرش کمک رسانده و هم برادرش. فهمیدین؟ قوت در ای است. قوت وقتی که شما ای را ادا میکنین، شما ملاحظه میکنین ای را شما بخوانین او و، یعنی حقیقت امر ای است که اینجا وضعیت سکون هست. این سکون طلب کمک کرده، لیکن فرق بین شد و سکون ای است که از 2 طرفی کمک گرفته. فلهذا او سختی در ای است وقتی که شما ای را ادا میکنین، به سختی ادا میکنین. چی میگوین؟ او و. شما ادا کنین؟ نه، کمی به شدت ادا کنین. و موضوع قوت در کجا هست؟ قوت شدیداً به کمک آمده، 2 طرفه کمک به رسیده. فهمیدین؟ یعنی اصلا عزیزان گرامی، ما به شما گفتیم که برادر خود را در آغوش گرفته. موضوعی است عزیزان گرامی که حرف مشدد در حقیقت 2 حرف است و زیاد حکمت ها است، در حکمت های املایی و لغوی و چی، لیکن یک حکمت ظاهرش امی است اگر کل حروف مشدد با هم مفکک می بود و جدا جدا نوشته می بود چقدر جای را می گرفت. فهمیدین نه؟